خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو مخصوص کسایی که گوشیشون خرابه. وقتی گوشیتون خرابه میخواین به تعمیرکار بسپرین یه مشکلی داریم، میترسین که تعمیرکار به تمام اطلاعات گوشیتون دسترسی داشته باشه. من بهتون یه روشی میخوام بگم که خیلی راحت میتونین بسپرین به تعمیرکار و تعمیرکار نمیتونه به اطلاعاتتون دسترسی داشته باشه. چیکار میکنیم؟ اول وارد اپ ستینگز رو باز میکنیم، میایم پایین و باتری اند دیوایس کیر رو میزنیم. بعد میایم پایین و این گزینه رو میزنیم که محافظ دستگاه میشه یا همون برای تعمیر کاره. این یعنی وقتی که شما گوشیتون رو حتی تو اینجا توضیح داده مثلا این شمایی و اینم تعمیرکار، وقتی شما گوشیتون رو میدیم به تعمیرکار این علامت براتون فعاله، یعنی حالت محافظه. این چطوریه؟ شما وقتی که این گزینه رو میزنین، ترن آن رو میزنین، اولش مثل این میشه، اینجا ریستارته. اینم نزنین، این باید خاموش باشه. وقتی که گزینه ریستارت رو بزنین این گوشی 2 دقیقه طول میکشه تا یه دونه براتون اسمش چی بود کریت لاگ میکنه، یه لاگ براتون درست میکنه که این 2 دقیقه طول میکشه. بعد شما اون موقع نمیتونین زنگ تماس بگیرین، نه چیزی، هنوز گوشیتون روشنه. این خاموش روشن میشه. وقتی که روشن بشه دیگه رمز نداره، یعنی میتونین راحت کارتون انجام بدین و روشنش بکنین. ولی یه مشکلی هم نیست، البته برای ما خوبه. مثلا این برنامه هایی که میبینین، مثلا من اینجا برنامه دارم، اینا غیب میشن. یعنی چه غیب میشن؟ یعنی انگار گوشی ریست شده، انگار بازگشت به تنظیمات کارخانه شده و فکر نکنید قراره هر چه اطلاعاتتون داره بره. اینجا یه گزینه براتون نوتیفیکیشن میاد که من حالا آنش نمی کنم، چون من آن کنم قراره قطع بشه. شما برای اینکه دوباره بخواید اون گزینه رو خاموش کنید میاد تو ستینگتون، دوباره میایین تو باتری اند دیوایس کیر. وقتی که دوباره میایین اینجا میریم پایین و این دوباره همین گزینه رو انتخاب میکنین. اینجا یه دونه گزینه داره ترن آن که الان ترن آنه، ولی وقتی که اون مود روشن کردین و رفتین اینجا یه دونه گزینه داره به نام ترن آف. وقتی که اونو بزنین به طور خودکار گوشیتون اول ازتون اصلا گوشی رو رمز میخواد، رمزتون رو وارد میکنین و برمیگردین به حالت اولیه گوشیتون و همه برنامه‌هاتون هم سر جاشونه. خیلی ممنون و خدا نگهدار. فقط از شما یه خواهشی دارم که چنلمو ساب کنید.